کسایی که به وسواس شیطان تسلیم میشن او را از کافرها بسیار میترسن. فکرت باشه که کافرها اقا پلان داره، اقا پروژه داره، اقا امکانات داره، اقدر معلومات داره، اقدر فلانی و اقدر فلانی. إلهي لا تعذبني فإني انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه، یا دوستای خدا میترسانه و یا هم مسلمانا را از کافرا میترسانه. و یرهب المؤمن بالکافر، و کسایی که تحت وسوسه های شیطان قرار میگیره، شیطان چی میکنه که اینا را از کافرها بسیار میترسانه. و مردم یک وقت ما بودیم، یک کسی که ما بود و عرب بود، برای ما یک روز تشریح میکنه، میگه این خارجی ها یا قدر معلومات زیاد دارن که امیال اگه بخواین بفهمن که ما تو دمی زیر پیران خود چه قسم زیر پیرانی پوشیدیم ایره هم میتونن پیدا کنه. من امروز چیزی نگفتم، گفتم باش برش یک دلیل پیدا کنم تا که خوب قناعت کنه. قدرت الله رفتیم گفتیم خبرها را سیل کردیم. در خبرها دیدیم که در انگلستان پلیس انگلستان تلاشی میکرد. من از دوست خود گفتم این قدر که آخه خبر دارن در افغانستان از زیر پیرانی موضوع خبر داره، خیلی چرا تلاشی میکنه؟ خب باید بفهمه که اونو نفر که سلا داره، اونو دوز است، اونو نداره. یک دفعه یک تکان خورد. مرا میگه من این اکتشفته، از کجایی را کشف کردی؟ ما گفتم الله متعال برای مؤمنا یک فراست میده، یک قلب روشن میده که این انسان مؤمن میفهمه که این واقعیت است، دروغ است. حالا اگه کافرای قدر معلومات داشته باشن، خیلی چرا دروازه کار بند میکنن و باز بینگ بینگک میکنن و باز یک وقت که تیر میشی، ما یک دروازه مرا تیر میکردن، بینگ 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 میکنه، بینگ 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 میکنه، بعد از یک چیز ها میاره، باز میپاله، باز که میگه تو برو از دروازه تیر شو، باز ما تیر میشم، باز هر قدر که کرد میره تال دادم، گفتم باش کالی چی میکنم، میفهمه که من چی دارم یا ندارم. هر قدر که پالید نیفت، آخر مرا میگه که چی هست پیش تو؟ من هر قدر پالیدم نیست، لکن از دروازه که تیر میشی دروازه بنگ است میکنه، کدام چیز هست پیش تو؟ آخر گفتم لالا جان اگه چشمایت کار میکرد، من دندانم ساختگی است، این دندان ساختگی هم دومونجا چی میکنه؟ بنگ بنگک میکنه. ما که خنده میکنیم فکر کرده که چی دندانایی داره. ما گفتیم این دندانا رو مجبور کردیم در هندوستان، از این خاطر تو فهمیده نمیتونی، گفتیم این دندان ساختگی از این خاطر اوه گفت والا مرا تکت کردیم. پس شیطان کسایی که به وسواس شیطان تسلیم میشه او را از کافرها بسیار میترسانه. فکرت باشه که کافرها اقا پلان داره، اقا پروژه داره، اقا امکانات داره، اقدر معلومات داره، اقدر فلانی و اقدر فلانی. وقتی ما که پروفیسرهای شیشتیم دیدیم که در 15 دقیقه خو کرد. در 15 دقیقه همون پروفیسور کلانش اما دین خدا نمیفهمید، اما عقیده خدا نمیفهمید، اما روش خدا نمیفهمید، سیاست خدا نمیفهمید. پس الله متعال میگه فلا تخافوهم، قلبت ات قلب جور کو که از دشمنای الله نترسی. تقدیرت تغییر کرده میتونن نه، عجلت تغییر داده میتونن نه، یقینت تغییر داده میتونن نه. اگه خودت تسلیم شدی و خلاص گپ از دیگه. اگه نه شیطان هیچ چیز کرده نمیتونه. اما شیطان جنیام کسی یک روز یک کسی شیطان داشت آمد تو خشت در جان ما گرفت، مرا گفت میزنم که تو خشت قرآن نخوان. من گفتم بزن، من قرآن میخوانم تو بگی بزن.
این کمی که هر قدر خیزک میداد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، گفت نخوان، ما گفتم میخوانم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هر قدر خشت را بالا برزید من گفتم برو خلاص بکش مرا تو چیز کن. آخر خودش آمد چیش و عمو جن ما چم راست گفت یا دروغ گفت والله اعلم، کلمه خواند و گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. فلا تخافوهم، الله میگه نترسین از کافران. سرنوشت زندگی تو را، تقدیر تو را، اجل تو را، رزق تو را هیچ تغییر دادن نمیده. او خودش در غم جان خود است. از او کسی که تو میترسی میگه شاهان و فقیر بنده درگاه درم، آنان که غنی ترند محتاج ترند. ما و شما دیوال اولی ما از قلوخ است، یک لغت بزنیش چپه میشه. یا میرن یک دانه دیوال هم چقدر $1500 چقدر است همین دیوالکایی که یک دانه چیزی که بالا میکنه. او اگه نترسه چرا خدر دیوالای خدا کلان جور کرده؟ از ما و تو کده او زیادتر میترسه. از ما و تو کده. یک قصه براتون بکنم. خوب میگه یک امریکایی رفته بود وردک، فهمید؟ اما تو دیگه کلشان این امریکایی هم میرن دیگه. یک در وردک، میدان وردک این باغای سیب زیاد است. این کدام درخت مجاهد پیدا شده، درخت مجاهد. این امریکایی بیچاره در این تختی پشتش دیگه تو زیاد کالاست، هم تو دیگه روان است نصف شب 12 بجه شب دیگه هم تو آمده سوپر پاور. این سوپر پاور دیگه در اینجاش عکس شیر است، اینجا عکس پلنگ است، اینجا عکس مچم دیناسور است و چی است. این دیگه هم قسمی روان است. این صاحب از این پشت سر از این همی ماکم میگیره. این فکر میکرد که والا مرا گرفت. leave me please, leave me please. تا که leave me میگه یک وقت وضویش هم مشکنه، غسلش هم مشکنه، نفسش مبرایه. آخر میره که در چی مرد؟ سهل میگه در شاخ درخت رسپانه که پشت سرش بند مانده. فلا تخافوهم، الله میگه از یا نترسین. و خافونی و از ما بترسین ان کنتم مؤمنین، اگر راستی مؤمن هستین. اگر نیستین به نام مسلمان هستین، در تذکرات الکترونیکی تان نشته کردین مسلمان و بر زبانت حمدگو یا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ خوف از الله و عدم خوف از دشمنای الله عبادت بزرگ قلبی هست. فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. قد كان مني وما لي حيلة إلا رجاء